25 سالگی من و پدرم از نوک افتادیم پایین، پول کوبیده نداشتیم، ولی داداش دنیا برگشت، دنیا برمیگرده. یه لحظه خودتون رو جای من بذارین. خب از زندگی، بنز SLK، BMW 525، خونه، زندگی، اسم و رسم برای خودت، اندازه خودت، بدنساز، حیات رو نگاه بکنین، سگ رو نگاه بکنین، حال روز منم نگاه بکنین. توی چالوس درگیری 1 سال. خب ببین چرا من شکرگزار خودم آرایشگاه نمیرفتم، اینقدر بو داشتم، فهمیدی؟ قضیه زندان بود. ته خط من بودم که اومدم توی آمریکا. از این آقای آرش خان میتونی سوال بکنی. روزی 2 ساعت میخوابیدم، 8 ماه انگلیسی نشستم تو خونه خوندم، پول کلاس نمیخواستم برم. حاج آرش گفت برو کلاس، من پولشو میدم. گفتم نه آقا بذار کار کنم، اون چند ساعت یه پولی در بیارم. از بنز خط موبایل اون موقع 200 میلیون تومانی، صحبت 12 سال پیش، همه رو از دست دادم اومدم اینجا. مردانگی برادر من اینه که نجات دهنده وجود خودت باشه.